سراغ کوی تو عالمی دارد دلم هر دم به بوی روی تو می کشد سوی خراسانم خم روی تو. از کجا اومدین؟ از بوجنورد. چند روز تو راه بودین؟ 8 روز. 8 روزه؟ بله. پیاده میان دیگه نه؟ بله. مسیر چطور بود؟ خوب بود مسیر. چندمین سالیه که میای؟ اولین سال. اولین ساله؟ بله. با چه نیتی این مسیر میای؟ نیتش راستیتش به عشق امام رضا. از کجا میای حاج خانم؟ از خبوشان، اون بالا سر چی؟ فارج. چند روز تو راهی؟ 4 روز توی راهیم. 4 روز. این چندمی تجربه‌تون حاج خانم که میان؟ 5 دفعه میام. 5 ساله. امسال با سال قبل چه فرقی داشت حاج خانم؟ هر سالم خوبه. دست مادر نکنه هر سالم خوبه. هر سال خوبه. ولی آقای قریب سر ما آمدیم، جون ما آمدیم پسر جان. یک کیسه گردو برداشتیم آوردیم مچیت شوشک، حالا امشب پخش کنیم بریستو. حاج خانم تو این سرما پای پیاده چه چیزی باعث میشه که شما این مسیر رو با این همه مشقات طی بکنید؟ عشق آقای قریب که ندیدی دختر جان، عشق اون رو نگو به خدا قسم به آقای قریب. از این سال تا اون سال رو شماری میکنیم. 12 تا بچه دارم، 6 تا 8 تا دختر 3 تا پسر. رو شماری میکنم که این روز برسه بیایم پیاده. حالا پاهم همه زخم شده. تا روز بعد از چیزم اونجاییم. سوم آدم 8 تومن آمدیم میایم کاروان ما رو میاره. سخت نبود حاج خانم؟ نه سخت نیست، مثل خانه ما. شب بیابونم خوابیدیم. شب بفت بیابون خوابیدیم. میریم کارگری مردم میکنیم، فلگری. 8 تا دختر داریم، 3 تا پسر با یک شوهر سعید. نون نمیخوریم به خدا. جمع میکنیم پولشو میبریم برای آقای قریب. همچه آقای قریب برای ما یک عشقیه. می کشد سوی خراسانم خم روی تو عالمی دارد دلم هر دم به بوی روی تو می کشد سوی خراسانم خم روی تو هر شب این دیوانه دل دارد هوای کوی تو. من اسیر